ستاره شناس آماتور کاوشگری رو که ناسا 12 سال پیش گم کرده بود پیدا کرد. سازمان ناسا تایید کرد که یه ستاره شناس آماتور موفق شده سیگنال هایی از یه کاوشگر فضایی دریافت کنه که همه فکر میکردن 12 سال پیش گم شده بود. من افشین هستم و تو این ویدیو قراره درباره این موضوع صحبت کنیم. توصیه میکنم کانالمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم به صدا در بیارید تا یک لحظه هم از وقایع کیهان بیخبر نباشید. ما اینجا تلاش میکنیم دریچه‌ای به سمت ستارگان براتون باز کنیم. سازمان هوافضای آمریکا اعلام کرد کاوشگر فضایی ایمیج که تو ماه دسامبر 2005 ارتباط خودش با مرکز کنترل زمینی رو از دست داده بود، به وسیله یه ستاره شناس آماتور کانادایی به نام اسکات تیلی که به ردیابی سیگنال های کاوشگرای دولتی علاقه‌منده، شناسایی و سیگنال هایی از این کاوشگر دریافت کرده. کاوشگر فضایی ایمیج تو سال 2002 به فضا فرستاده شد تا به اکتشاف دنیای نامرئی اطراف زمین بپردازه. این کاوشگر قرار بود به بررسی میدانهای الکتریکی اطراف زمین که انسان، حیوانات، گیاهان و به طور کل زندگی روی کره زمین رو از مضرات اشعه آفتاب در امان نگه می‌داره بپردازه. قبل از شروع فعالیت‌های کاوشگر ایمیج تو سال 2000 انسان تنها چند دهه بود که از وجود یه اقیانوس نامرئی که زمین تو اون شناور هست اطلاع داشت. دانشمندی به نام جیمز البورج درباره اون چه زمین رو تو خودش گرفته میگه این یه اقیانوس نامرئیه، جایی که هیچ چیزی تو اون نیست، نه برفی، نه ماسه‌ای، نه درختی و نه حتی ابری. کاوشگر ایمیج تونست تصاویر متعددی از یه طوفان خورشیدی بزرگ به زمین ارسال کنه و به دانشمندا این امکان رو بده که ماهیت و ساختار این طوفان خورشیدی رو به بهترین نحو ممکن درک کنن. ایمیج همچنین نشون داد محیط اطراف زمین خیلی پیچیده تر از اونی هست که تصور میشه و تو این محیط پیچیده غلاف زمین واسه حمایت از خودش در مقابل جریانهای خورشیدی نوعی اشعه آزاد میکنه. اسکات تیلی که یه مهندس برقه به واشنگتن پست گفت فضا به هیچ کس تعلق نداره و هر کسی باید اجازه داشته باشه به اون نگاه کنه و بدون اون نقاط نورانی که تو آسمون تاریک شب جابجا میشن بمب نیست. تو ژانویه 2018 یه نهاد دولتی ناشناخته تحت پوشش یه شرکت خصوصی یه ماهواره سری به نام زوما به فضا پرتاب کرد. تیلی بدون اینکه از تلسکوپ استفاده کنه شروع به گوش دادن به سیگنال هایی کرد که از منطقه اقیانوس نامرئی دریافت میشد. اون بعد از اینکه یه هفته در پی ردیابی سیگنال ماهواره زوما بود، تو 20 ژانویه یه سیگنال دریافت کرد که اولش اونو نادیده گرفت، ولی با دریافت سیگنال مجدد که به شکلی قوی‌تر بود شروع به جستجوی این سیگنال تو کاتالوگ ماهواره ها کرد و فهمید این سیگنال متعلق به کاوشگر ایمیج هست. این در حالی بود که ایمیج به عنوان یک کاوشگر مرده و مفقود شده ثبت شده بود. اسکات تیلی موضوع رو به ناسا اطلاع داد و مهندسان ناسا در حال حاضر تلاش میکنن با برقراری ارتباط مجدد با کاوشگر ایمیج به اطلاعات جدیدی درباره اقیانوس نامرئی اطراف زمین دست پیدا کنن. نظراتتون رو تو قسمت کامنت بنویسید و کانالمون رو سابسکرایب کنید تا 1000 تایی بشیم و محتواهای جذابتری براتون آماده کنیم. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.